سلام بیننده گرامی، چشمانداز امروز ما یک اندازه غیر عادی است. آن را میتوان ملاقات، صحبت یا گفتگوی دو ژورنالیست نامید که از دو نسل گوناگون نمایندگی میکنند و در بین آنها قریب 30 سال فرق است. در این 30 سال فرق تاریخ تو و بعد دوران استقلالیت تاجیکستان می‌گنجد و یکی از ما شاهد تلاش‌های استقلال خواهی تاجیکستان است و دیگری در دوران استقلال به وای رسیده است. خب عبدالله، هر دوی ما را رادیو آزادی به هم آورد و اما در دوره‌های گوناگون کار کردیم، در دوره‌های گوناگون روزگار ما گذشته است و مخصوصا اینکه من فکر میکنم که آنچه همه ما را پیوند میدهد نماده نسل گوناگون رو این استقلالیت تاجیکستان است که مهمترین نتیجه هم تلاش های مبارزان قرن 20 تاجیک و هم امروز، یعنی استقلالیت به صورت کلی این یکی از مهمترین دستاوردها و نتیجه های این دوره است. برای من هم خیلی جالب است شنیدن در مورد رویدادهای به دست آوردن استقلال تاجیکستان از مخصوصا از نفری که به واسطه شاهد تلاش های تاجیکستان برای به دست آوردن استقلالیت بود و نفری که به واسطه در سرگه آن رویدادهای بود که تقدیر تاجیکستان را برای 23 سال بعد معین کرد. و برای من جالب است که در این 23 سال بعد نمایندگان نسل شما چگونه زیستند و چگونه امروز زندگی میکنند، چه عقیده دارند، چه نظر دارند درباره گذشته ها، درباره امروز، درباره آینده. نفر زن یا پیرزن یا مادر یا موی سفیدی که واردی ترالبوس، اتوبوس، نقلیات مسافرکشان عموم میشد، جوانهای همون دور هم از جای میخواستند بابا، پدر، تقا، عمه، خاله بشینید. کینو اینجاست که همین ناو می اومد، همون روز اول دیگه این همین در این پیش این همین کینوتئاتر وطن دا بودیم. همین فقط دیگه دهانی داری همون کاسه چیزی همین روز بلیت بگیریم هم یکم بدریم همون را بینیم هم کینو را. موهای سری بلند بود و بعد انا با کیمباروی دراز میموندن. انا بعد بروکوی از کلشونی میگفتن که اونو سی بچیل بود. ما پرچم درازترین در جهان داریم، هم امام علی رحمان که در نوک زبان می آیند و هم همه رمزهایی در زندگی ما هستند. مولای جادوگر که روغن برای انرژی، خیلی برای برق و ادنا کلاسیک تمام جوانان تمام جوانان همه ادنا کلاسیک قطعی کار میکنن. سرور دولتمون روغون و مرکز ملی تحصیل. خیلی جالب، خیلی نوارای جالب. خوب، یعنی عبدالله، ظاهرا نسل شما در یک دوره بسیار شوق انگیز زندگی میکنند. تلفن های موبیل، اینترنت، ادنا کلاسیک، فیسبوک، سفرهای خارجی، ماشین های گرانبها، مثل این چیزا. اتفاقا نسل کلانسال با یک از بلندی نگاه میکند به همسالان من و سطح تحصیلی خود را بسیار تعریف میکنند کلانسالها و میگن که تحصیل در مکتب‌های شوروی خیلی خوب بود، ما خوب تحصیل میکردیم، نه اینکه مثل شما. و اتفاقا دیپلم های دانشگاه های زمان شوروی حالا در تاجیکستان برتری دارند و نهادهای دولت هم برتری میتیند به آنهایی که در زمان شوروی تحصیل کردند. بله دانشگاه را ختم کردند. دیدم اعلان های را دیدم که دعوت به کار می شود و در آنجا یک نکته هم ذکر می شود که با آنهایی که تا سال 1992 مکتب را ختم کردن برتری داده می شود. چرا باید همه آنهایی که تا سال 92 دیپلم گرفتن، همه آنها باسواد و دانشمند و نمیدونم چی هستند و همه آنها که بعد از این گرفتن کار ناشایم هستند؟ معناش یعنی که این است یا چی؟ به نظر نهادهای دولت تاجیکستان ظاهرا همینطور است. یعنی اونها فکر میکنن که همه آنهایی که تا سال 1992 تحصیل کردن در دانشگاه ها آنها متخصصان خوبتر هستند از نسل جوانی که در زمان استقلالیت دانشگاه را ختم کرد. نظرشان همین گونه است. ضمناً میخوام تاکید کنم که محض تحت رهبری متخصصان
که در زمان شوروی تحصیل کردند تاجیکستان رهبری می شود تا به حال هم و ما می بینیم که سطح رشد اقتصادی تاجیکستان در کدام سطح هست، سطح رشد اجتماعی کشور در کدام سطح است و باید گویم که تاجیکستان تا به حال از روی درآمد اهالیش از همه فقیرترین کشور آسیای میانه است در قیاس با دیگر همسایه‌هایش. کاملا درست. مشکلات زیاد در رشته اقتصاد اجتماعیات دیده می شود، گفته می شود. از یک سو نسل کلانسال خیلی از خود ستایش می کند که آنها متخصصانه خیلی ورزیده هستند، در زمان شوروی تحصیل کردند، اما از سوی دیگر واقعیت حال بازگوی دیگر است که تحت رهبری همین نسل تحصیل کرده زمان شوروی اقتصادی تاجیکستان رشد چشمگیری ندارد. شاید سبب در آنجا است که نظامی که امروز وجود دارد نه کاملا نظام شوروی کمونیستی است، چه در اقتصادیات، چه در رهبری، چه در سیاست، و نه کاملا دموکراتی، و شاید سبب در این باشد نه اقتصادی کاملا آزاد و اقتصادی بازار، یعنی سیستم عوض نشده. شاید برای این باشد. شاید، اما بنابر عقیده بیشتر از همسالان من نسل کلانسالی تاجیکستان تا یک اندازه کنسرواتیو هستند و قابل تحمل تغییرات رو ندارند و تا یک اندازه مانع تغییرات یا ریفورم نیز هستند در کشور. اما منظور چی است؟ منظور یعنی نسل شما نسل کلانسالتر را گناهکار میکند که یعنی که نتوانستند زمینه‌های گذارند که تاجیکستان یک کشور پیشرفته و شکوفا شود؟ بله، تا یک اندازه همین گونه نگرانی ها وجود دارد. مثلا در زمان ما با وجود آنکه فشار سخت دولت شوروی وجود داشت، بازم گروه ها و محفل های مختلف سیاسی پنهانکار موجود بودند و آنها همیشه فکر میکردند که چی باید کرد. اما جوانان امروزه میبینیم که مثلا فضا آزاد است، 8 حزب سیاسی تاجیکستان رسما ثبت نام شدند، عمل میکنند، اما جوانان با آنها تقریبا که جلب نمیشوند، تقریبا دیده نمیشوند نفوذ آنها در این حزب ها و حزب دیگر و گروه های دیگر سیاسی. گریز از سیاست، آیا این گناهی خود جوانان نیست که وقتی خودشان در صحنه نیستند اما میگن که دیگرها گناهکارند؟ ببینید، به عقیده بیشتری از همسالان من که من هم صحبت میشوم و باید گویم که در این زمینه من چندین مطلب هم تهیه کرده بودم و با بسیاری از جوانها در همین موضوع صحبت ها هم داشتم. آنها فعالیت های سیاسی رو حتی در دایره قانون های تاجیکستان هم یک کاری تا یک اندازه بیهوده میدانند، چون که نه اویلهشون از این کار آنها پشتیبانی میکند و نه نهادهای دولت تاجیکستان تحمل فعالیت های سیاسی جوانان را دارند، حتی اگر در دایره قانون هم باشد. خب به هر حال با این همه جوانان به آینده خودشان، به آینده تاجیکستان چه نظر دارند؟ مثلا اگر نسل من که نمایندگان نسل من شاید یک اندازه شاید زیاد، بعضی از اون خیلی زیاد یک احساس گناه دارند، احساس گناه ملی که نتوانستند کشور را از جنگ شهروندی نجات دهند، نگذارند که این جنگ روی دهد، نتوانستند که زمینه‌های شکوفایی این کشور را آماده کنند و البته بیشتر از اینها البته میراث زمان شوروی بود. مینه‌هایی بودند که در زمان شوروی در خاک ما گرانده شدند و بعداً اینها ترکیدند و این حالت با وجود آورد. اما احساس گناه این نسل همیشه داشت و دارد و عذر هم میپرسد از ملت خود، از مردم خود. اما بازم آنها خوشبین هستند و خوشنظر هستند که آینده خوبی در پیش است. اما جوانان چه نظر دارند نسبت آینده؟ همسالان من تا یک اندازه به آینده با نظر شک و شبهه می نگرند و بسیاری از جوانان هنرمند، قابل و با استعداد نیتی تحصیل در خارجه و حتی باقی ماندن و زندگی کردن در خارجه را هم دارند، چون که به نظر برخی از همسالان من با راهی
قانونی و بدون تقوا شناس و یا محل بازی ساختن کاریر در تاجیکستان تا یک اندازه مشکل است. اما ضمناً مشلزت قید کرد که این تو یک اندازه استریوتیپ است. در تاجیکستان مثال های نیز هست که جوانان قابلیت ناک و هنرمند با سعی و تلاش خود تو یک اندازه موفق هم شدند، اما باز هم میگم که این استریوتیپ هست و شمار زیاد از جوانان لیاقتمند ما هر سال ترک کشور میکنند و آنها نیز هستند که نیتی رفتن به خارج و تحصیل و زندگی در خارج را هم دارند. نگاهی اکثر جوانان به هر حال به آینده نیک است و آنها استقلالیت را البته یک نعمت میپندارند و این را قبول دارند و بیشتر تلاش میکنند بهر خب آرزو میکنیم که آرزوهای آنها، نیتهای آنها عملی گردد. پایان برنامه چشمانداز. خدا نگهدار.